سلام و درود نثار یک شما خوبان. امیدوار هستیم که خوب صحتمند و سرحال باشید. برنامه امروز ما در مورد عید است. در چند قدمی عید قرار داریم و بهتر از بعضی از موضوعات عید را بفهمیم که رابطه به این موضوعات جناب قاری صاحب خالد را با خود داریم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. خیر سلامت باشین. تشکر جهان سپاس. خب قاری صاحب در اول اگر ما بگوین که عید چی است؟ جناب خیومی صاحب، عید بله. یا اینمی واژه عید معنای از این است که ای از عود گرفته شده و به معنای بار بار آمدن یا واپس شدن، یعنی گشتن. و عیدم الحمدلله به فضل و احسان الله متعال بار بار میه. در هر سال الحمدلله ما دو عید داریم و ای که بار بار میه، از این خاطر ایره عید میگویند در زبان عربی. بله. نماز عید از چی وقت آغاز شد و حکم چی است؟ نماز عید وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره رفت، یعنی سال دوم هجری، نبی کریم صلی الله علیه و سلم نماز عید را آغاز کرد و تا وقتی که فوت میکردن و از دنیا میرفتن، از دنیا رحلت میکردن، بله. تا او وقت نبی کریم صلی الله علیه و سلم نماز عید را قضا نکرده بودن و ترک نکرده بودن. از اینمی علما استنباط میکنه که نماز عید یا خواندن نماز عید واجب است. و در آیت مبارکه هم میگه که علامه قرطبی رحمه الله در زیر این آیت میگه که بسم الله الرحمن الرحیم و ذکر اسم ربه فصلى. سوره اعلا آیت نمبر چندمش است که علامه قرطبی رحمه الله میگه که مراد از اینجا نماز عید است. و ذکر اسم ربه و یاد کرد نام پروردگار خود را فصلى و بعد از او نماز خواند. که مراد از اینمی نماز عید است. و از اینمی آیات و احادیث مبارکه معلوم میشه که نماز عید خواندنش واجب است. خب قاری صاحب اگر بر ما بگوین که عید را چرا تجلیل میکنه؟ برای هر چیز اگر ما در دنیا متوجه شویم وقتی ما یک امتحان را سپری میکنیم، بعد از او روز اونمو جایزش یا روز کامیابی ما معلوم میشه، در او ما خوش میشیم. بله. به همین خاطر عیدم که هست ایره یوم الجائزه میگه. یوم الجائزه یا روز انعام. بله. به مو خاطر ما ایره چون ماه مبارک رمضان 30 روز ماه مبارک رمضان رو روزه میگیریم، بعد از این الله متعال در یک حدیث شریف نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که الله متعال در روز عید بالای مسلمان ها و کسایی که روزه را گرفتن و کسایی که باز حاضر میشن به نماز عید فخر میکنه در بین ملائکه. و در یک حدیث دیگه میگه که الله متعال در آخر رمضان و کسایی که رمضان را با شرایطش میگیره در آخر از او باز بر از اینا بخشش میکنه. به می خاطر که این روز جایزه هست یا روز انعام هست، به می خاطر باید ما عید تجلیل بکنیم. و دیگه ای که برای هر قوم و قبیل و برای مثلا یهود و نصارا، مثلا زردشتی ها، هر کدامش بر خود عید داره و این عید ما است. نبی کریم صلی الله علیه و وقتی به مدینه رفت، اونجا مردم 2 روز تجلیل میکردن که یکی نوروز بود و یکی مهرجان که در بعد از 6 ماه هم میاد. باز نبی کریم صلی الله علیه و در یک حدیث گفت که ان الله قد ابدلکم، الله متعال این را تبدیل کرد. به کدام روزا؟ به عید سعید فطر و به عید سعید اضحی. اینمی علت و فلسفه تجلیل کردن عید ما هست. و حتی اگر کسی در این روزا خوشحالی نکنه، خفه باشه، این باز گناهگار میشه، چون الله متعال یک تحفه بر ما داده، یک جایزه بر ما داده، باید مور قبول بکنیم. خب تشکر از شما. قبلا یاد شد درباره نماز عید که خیلی از مردم ما چی خردسال باشن چی بزرگسال در نماز عید مشکلات خود دارن. امی طریقی خواندن نماز عید را بر ما یک تشریح بده. چرا نه؟ آسان ترین طریقه نماز عید از امینیت شروع میگونیم، چون در یک سال بعد میاد یاد انسان میره. نیتشی رقم از نیت کردم میخوانم 2 رکعت نماز عید که واجب است با من با جمله تکبیراتش. اقتدا کردم پشت امام حاضر روی به طرف قبله من به جهت خانه کعبه شریفه خالص الله تعالی الله اکبر. وقتی که نیت کردیم قیومی صاحب الله اکبر که گفتیم، دستار بسته میکنیم، سبحانك اللهم تا آخر میخوانیم. بعد از اینکه سبحانك اللهم خواندیم، امام با صدای بلند 3 دفعه تکبیر میگه الله اکبر و ما با صدای پخش دستار که بلند میکردیم. دفعه اول الله اکبر،
دستا پایین. پایین. باز امام میگه الله اکبر به صدای بلند، ما هم باید الله اکبر بگیم به صدای پایین، باز دستا را اعلا بکنیم. دفعه سوم باز الله اکبر میگه، باز ما هم الله اکبر میگیم. بعد از اون پس دستا بسته میشه. وقتی دستا بسته میشه امام الحمدلله را میخوانه، سوره را هم میخوانه. اینمی رکعت به این قسم تکمیل میشه. در رکعت دوم وقتی امام خیست از رکعت اول الحمدلله را میخوانه، بعد از او یک سوره را میخوانه، بعد از یک سوره خلاص شد قل هو الله احد یا قل اعوذ برب الناس، هر سوره را که میخوانه، بعد از این باز امام میگه قبل از اینکه به رکوع بریم 3 دفعه میگه الله اکبر، صدا به صدای بلند دستار بلند میکنه، ما هم دستار بلند میکنیم، دستار اعلا میمونیم، ما هم میگیم الله اکبر، باز دفعه دوم الله اکبر میگه، اونا به صدای بلند ما به صدای پخش. 3 مرتبه که شد، دفعه چهارم باز به رکوع میریم. رکوع هست، سجده است، باز داخل دیگه چیزاش تفاوت نداره با دیگه نماز. این طریقه آسانه نماز است. به جناب خلیل صاحب اگر به مسجد ناوقتر برسیم، به جماعت ناوقتر برسیم، رکعت اول نمازی تسبیح شما سپری شده باشه، ما رکعت دوم از اینا را به کدام شما بخونیم؟ اینجا دو چیز است، تنها رکعت اول نیست، تنها رکعت اول نیست. اینجا ما در دو صورت قرار میگیریم. اولی که وقتی میایم چون تکبیرات که است در رکعت اول خوانده میشه، بله، امام اون تکبیرات خوانده و ما رسیدیم، حالا ما تکبیرات بخوانیم نخوانیم چی رقم بکنیم. در اینمی قسمت باید اول کمی نیت بسته کردیم 3 دفعه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد از با امر امام چی بکنیم؟ نماز خود ادامه بدیم چون واجب است. یک صورت دیگه وقت اگر رسیدیم که امام بر رکوع هست، نو بر رکوع رفته و ما میتونیم که میگه رسیدیم یکی تکبیر تحریم است الله اکبر گفتیم نه، بعد از اون 3 دفعه دیگه میگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، باز میریم بر رکوع. اگر میتونستیم که رکوع را بگیریم، اگر دیدیم که نه وقت رکوع را گرفته نمیتونیم، میریم در رکوع، در خود رکوع باز میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. این یک صورتش شد. ولی یک نفر میگه که مکمل هم یک رکعت از پیشش رفته، در رکعت دوم که میخیزه باز چی رقم بکنه؟ یک مسئله است که اکثریت ایره نمیفهمن. نه چون عید هم در سال 1 مرتبه میاد یا 2 مرتبه میاد، به این خاطر مردم کوشش میکنه در رکعت اول خود برسانه، اما بعضی وقتا ناوقت میشه. انسان است در وقتی که رسید در نماز عید و رکعت اول از پیشش رفته، ای باید چی بکنه؟ وقتی که یک رکعت خواند در رکعت دوم میخیزه، بله. امام سلام که داد ای در رکعت دوم بخیزه، اولین کاری که میکنه سبحانك اللهم است، چون رکعت اول است پیش رفته، بعد از او الحمدلله، بعد از او سوره را که میخونه، سوره را که خلاص کرد با 3 مرتبه میگه، اونم تکبیرات در آخر میبره، بله. الله اکبر 1 مرتبه، باز 2 مرتبه، 3 مرتبه که خلاص شد باز بر رکوع میره. اینی بود. اما سوال کردیم جوابش بسیار تشریح مفصل بود که در ذهن آدم میشینه. خب به عنوان آخرین سوال از پیش شما میپرسم که در افغانستان یک رسم رواج ما شما داریم که خیلی از مردم روز اول عید را خانه متوفی میرن یا کسی که فوت کرده میباشن خانه روز نمیرن. حکم از این از نظر دین اسلام چی است؟ خیلی یک سوال جالب و خیلی یک سوالی که خیلی مردم افغانستان الحمدلله سطح آگاهی زیاد شده، مردم میفهمه، اما این یک کار مکروه است، حتی حرام میتونیم برش گفته. این یک بدعت است، یک چیزی را نو ما ایجاد میکنیم. این در اسلام وجود نداره. به خاطر که در اسلام از 3 روز به بالا دیگه غم نیست. چون ما شما یک شریعتی را داریم و یک دینی را داریم که در هر کار ما خیر است. ببین اگر ما یک نعمت بر ما میرسه و در شکر میکشیم، در اینمی الله بر ما ثواب میده. اگر یک کاری که به ضرر ماست بر ما میرسه نه، در او صبر میکنیم، الله متعال در اینمی هم بر ما چی میکنه؟ ثواب میده. شریعت تنها این نیست که هر چی دل ما خواست اونم رو انجام بده. نه 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 نه، باید شریعت در هر جای هر حکمی که داده باید امور انجام بده. مثال میتونم، مثلا یک نفر روزه میگیره و یک نفر دیگه مریض است روزه نمیگیره. این نفر که جور است الله برازی گفته که تو روزه بگی، در اینمی برش ثواب میده. اون نفر که مریض است الله برش گفته که تو روزه بخو، دو برش ثواب میده. اونو برش ثواب است. الله بر روزه ما، بر نماز ما، به زکات ما، به هیچ چیز ما ضرورت نداره. الله متعال ما را در دنیا فرستاده، ما را میبینه که اینمی همی حکم مرا گپ مرا میگیره، حکم مرا انجام میده یا نه. دنیا جای امتحان است. به می خاطر و سوال هم کردیم اینمی مکروه هست و ما باید از این خودداری بکنیم، غم از اون مردم دوباره تازه نکنیم، اینمی گناه داره.
و از این باید جدا خودداری بکنیم. بسیار زیاد تشکر از شما که وقت گرانبهایتان بر ما دادین. در آخر خودتان کدام پیام بر هموطنان ما دارین؟ به هموطنان عزیز ما فقط یک پیام است که قبل از قبل براتان عید تبریک میگم. الله متعال یک عید خوش براتان نصیب بکنه. خدا کنه که عید خوش داشته باشین. و در آخر برادرای ما که در فلسطین و در غزه هستن، از دعایتان فراموش نکنین. در هر حالات باور بکنین که خیلی سخت است که ما عید تجلیل بکنیم، چون او برادرها اونجا زیر ستم و زیر اونم حملات وحشیانه اسرائیل هست. و ما شما الله متعال همه مسلمین را معاف بکنه و برای از اونها یک آسانی و خوشی را بیاره.